أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل العتق، یعنی باب در مسئله فضیلتی آزاد کردن برده، یک کنیز را، یک برده را آزاد کردن چی فضیلت و چی اجر و پاداش دارد. همچنین در زیر این باب چند مسئله ها داخل می شود، از جمله کسانی که اسیر می افتند به دست کافران، اونها را آزاد کردن همچنین همین فضیلت ها را دارد. یا کسانی که با تهمت و بهتان به محبس می افتند، اونها را همچنین هر کسی از دستشون می آید آزادشان بکند از محبس ها، انشاءالله شامل این اجر و پاداش و ثواب خواهد شد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و دو حدیث می آورد. آیتی که می آورد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه. سوره بلد آیت 11، 12 و 13. الله سبحانه و تعالی در این آیت میگوید فلقتحم العقبه، یعنی که پس آغاز نکرد، قدم نگذاشت. اقتحمه به معنای آغاز کردن و قدم گذاشتن و شروع کردن یک کاره. فلقتحمه پس آغاز نکرد، شروع نکرد و قدم نگذاشت. العقبه یعنی در راه دشوارگذر، در راه سخت. پس میگه شروع نکرد، آغاز نکرد در راه دشوارگذر، راه سخت. و ما ادراک ما العقبه، و از کجا میدانی که عقبه چیست و کی دانانیست تو را که عقبه چیست؟ یعنی آیا میدانی که اون راه دشوارگذر، اون راه سخت چیست؟ فک رقبه، آن راه دشوارگذر آزاد کردن کنیز و آزاد کردن برده و همچنین آزاد کردن اسیر و همچنین آزاد کردن آن کسانی که با تهمت به محبس کشانده می شود و زندانی کرده می شوند. اینها را آزاد کردن عقبه می باشد. اینها را آزاد کردن قدم گذاشتن در راه دشوار است. یعنی که هر کس این غیرت و این شهامت و این بزرگی را ندارد که این کار را انجام بدهد که برده را آزاد بکند، کنیز را آزاد بکند، یا اسیر را رفته آزاد کند، یا زندانی را از زندان آزاد بکند. همون زندانی که با تهمت و با بهتان زندانی شده است، نه اون کسی که جرم و گناه و معصیت را انجام داده است. این بود سوره بلد. این یک آیت درباره آزاد کردن کنیز که الله جل جلاله این راه را بسیار راه دشوار و سخت خوانده است در این آیت. بعد از این حدیث 1357 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1357 کتاب ریاض الصالحین و اولین حدیث این باب میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من گفت که من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه من النار حتی فرجه بفرجه. ابو هریره میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اعتق رقبه مسلمه،
یعنی هر کسی که آزاد بکند یک کنیز مسلمان را، یک کنیز مسلمان را در راه الله آزاد بکند، یا یک اسیر مسلمان را از دستی کافرها خلاص بکند، یا یک مسلمان بیگناهی که با تهمت به زندان کشیده شدگی هست اون را آزاد بکند، اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه، یعنی آزاد میکند الله جل جلاله در مقابل هر عضو آن کنیز عضو آن آزاد کننده را من الناری از آتش دوزخ آزاد میکند، حتی فرجه بفرجه، حتی شرمگاه آزاد کننده را در مقابل شرمگاه آزاد کرده شده آزاد میکند. یعنی یک انسان یک کنیز را آزاد میکند، حتی تمام بدنش، حتی شرمگاهش الله جل جلاله از آتش دوزخ آزاد میکرده است و دور میگردانده است، یعنی که این انسان را الله جل جلاله داخل دوزخ نمیگردانده است. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1357 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1358 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1358 میگوید وعن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قلت، ابو ذر میگوید من گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، ای الاعمال افضل، یعنی کدام عمل افضل و پرثواب و بهتر و خوبتر است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الایمان بالله والجهاد فی سبیل الله، یعنی اون عمل هایی که پر ثواب و پر اجر و پر فضیلت می باشند، اون یکمش گفتن ایمان به الله هست. انسان ایمان به یگانگی الله، به حق بودن پرستش که شایسته الله هست، به این ایمان بیارد و الله را یگانه بپرستد. و الجهاد فی سبیل الله، دویم افضل ترین عمل جهاد کردن در راه الله هست. یک انسان ببراید در راه الله با جان و مالش جهاد بکند، این افضل ترین اعمال می باشد. قال قلت، ابو ذر رضی الله عنه میگوید من گفتم که ای الرقاب افضل، یعنی کدام برده را آزاد کردن، یعنی آزاد کردن کدام کنیز افضل و خوبتر است، یعنی که کدام کنیزهایمان را، کدام برده هایمان را آزاد بکنیم افضل و خوبتر است؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که انفسها عند اهلها، یعنی پیسندیده ترینش در نزد صاحبش، یعنی صاحبش کدام کنیزش بسیار میپسندد، کدام کنیزش در نزد صاحبش بسیار محبوب است و دوست داشتنی هست، انا همون کنیزش آزاد بکند، این فضیلتش و ثوابش بسیارتر و افضلتر است. و اکثرها ثمنا، و همچنین بسیارترین اون کنیزی که سومش زیادتر باشد، یعنی نرخش قیمتتر باشد، نرخش قیمتتر باشد. پس انا همون کنیزی که نرخش قیمت است، ارزشش قیمت است، پس اون را آزاد بکند، این افضل و خوبتر و بهتر می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود باب فضیلت آزاد کردن برده، آزاد کردن کنیز یا اسیر یا کسی که با تهمت و بهتان به زندان و زندانیش کردند. بعد از این باب نو شروع می شود، باب فضل الاحسان الى الملوک، یعنی که باب در مسئله فضیلت نیکویی کردن به خدمتکاران، به خدمتگزاران، به بردگان. برای بردگان نیکویی کردن فضیلت دارد، اجر دارد. یعنی کسی که 5 تا 10 تا برده دارد، به اینها نیکویی بکند اجر دارد. یا کسی که در دستش اسیر است، اسیرها در نیکویی بکند. یا کسی که در محبس ها هستند،
و اون کسانی که با تهمت و بهتان به محبس افتیدگی هستند، اون محبس بانها با اون کسانی که در محبس هستند یا رئیسان و اون مسئولان محبس، اون کسانی که در محبس هستند با تهمت و بهتان افتیدگی هستند، با اونها نیکویی کردن اجر و پاداش و ثواب دارد. که امام نووی رحمه الله در زیر این باب هم یک آیت و دو حدیث میارد. اون آیتی که میارد از سوره نساء آیت 36 است. الله جل جلاله میگوید چطوری که امام نووی رحمه الله گفته است که قال الله تعالی، یعنی الله جل جلاله گفته است که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، یعنی عبادت کنید الله را و شریک در بر الله چیزی را نیارید، یگان چیز را در بر الله جل جلاله شریک نیارید، نه مزار و نه قبر و نه پیرت را و نه ایشان و داملا و نه پیغمبر و ملائکه و هیچ کس را در بر الله در حالت عبادت کردن شریک قرار ندهید. و بالوالدین احسانا، الله جل جلاله میگوید و همچنین به پدر و مادراتون نیکویی بکنید. ای بندگان الله، شما به پدر و مادراتون نیکویی بکنید. و بذی القربى، و همچنین به خویش و تبارهاتون نیکویی بکنید. به خویش و تبار هم نیکویی کردن این فرمان الله جل جلاله است. و الیتامی، و همچنین به یتیمها نیکویی بکنید. و المساکینی، و همچنین به بینوایان به مسکینها نیکویی بکنید. و الجار ذی القربى، و همچنین نیکویی بکنید به همسایه که ذی القربى هست. ذی القربى چند معناها دارد. یکی از معناهایش یعنی همسایه‌ای که خویش و تبارت است، یعنی که یک کس از خویش و تبارت همسایت شدگی است. پس اون بالای تو دو حق دارد، یک حق همسایگری و یک حق خویش و تباری، یعنی مسلمان باشد با سه حق، یک حق اسلامش، یک حق خویش و تباری و حق دیگر حق همسایه داری. یکی از معنای ذی القربى یعنی همسایه خویش و تباری که نزدیکت باشد. و بعضی علما میگن ذی القربى یعنی همسایه‌ای که به تو بسیار نزدیک است، مثلا دیوارش به دیوار تو چسبیدگی است، این حقش زیادتر است از اونی که همسایه‌ای که از تو یک خونه دو خونه دورتر است. یعنی همسایه چی قدر به تو نزدیک شد، همون قدر حقش بالا و بسیارتر است. چی قدر از تو خونهش دورتر شدن گرفت، همون قدر حقش ضعیفتر و کمتر شدن میگیرد. یعنی بالاترین حق را همسایه دارد که به تو در به دیوار است، به تو بسیار نزدیک است. پس والجار ذی القربى یکی از معناهاش همسایه که به تو بسیار نزدیک است. باز معنای دیگرش همسایه تو که مسلمان است. ذی القربى یعنی همسایت اگر مسلمان باشد باز این حق زیادتر دارد. یک حق اسلام است، یک حق همسایگری. بعد از این میگه والجار الجنوبی، و همچنین نیکویی کردن به همسایه‌ای که جنوب است، یعنی بیگانه هست. به همسایه‌ای که بیگانه، یعنی بیگانه چی است؟ یعنی خویش تبارد نیست، همسایت است اما به تو یگان خویش تباری ندارد. همچنین به اون همسایه هم نیکویی بکن میگه الله جل جلاله. یکی از معناهای جنوب یعنی بیگانه است که خویش تبارد نیست. و باز معنای دیگرش یعنی همسایه‌ای که در دین تو نیست، همسایه‌ای که مثلا یهودی است، نصرانی است، در دینت نیست، همچنین به اون همسایت هم حق همسایگری با تو دارد، باید اون را حق همسایگریش را ادا بکنی. باز یک معنای دیگر جنوب یعنی همسایه‌ای که دور هست از تو، مثلا 2 خانه 3 خانه 4 خانه 5 خانه از تو دورتر است. الله جل جلاله میگه با اون همسایه هم همچنین نیکویی بکنید. اما همسایه که به تو نزدیک است حقش زیادتر است و قویتر است و اونی که از تو دور شدن میگیرد حقش ضعیفتر و کمتر شدن میگیرد. بعد از این میگه و صاحبی بالجنبی، یعنی که آن رفیقی تو همسفر، رفیقی که تو بالجنب است یعنی همنشینی تو است، یعنی رفیقی همسفرت، رفیقی که با تو یا اون کسی که با تو همسفر می شود با همسفرت حتی نیکویی بکن. در زیر این کلمه و صاحب بالجنب چندین کسا می درآید. مثلا کسانی که در مکتب می خونن همسینفای مکتبیشان،
کسانی که در دانشگاه ها میخونن همکورس هایشان، کسانی در کدام کارخانه ها کار میکنن همکارانشان، کسانی که سفر میبراین همسفرانشان، اینها همه در زیر اینمی و صاحب بالجنب میدراید که برای اینها باید انسان نیکویی بکند، به اینها احسان بکند. و ابن السبیلی، الله جل جلاله میگوید و همچنین شما نیکویی بکنید با ابن سبیل. ابن سبیل راه مانده، یک کسی که از یک جا می آید به شهر شما جا ندارد، مکان ندارد، در راه ماندگی است، پس شما با اون همچنین نیکویی بکنید. و ما ملکت ایمانکم، یعنی و هر آن چیزی را که، یعنی آن و هر آن کسانی را که مالک شده اید شما، و ما ملکت ایمانکم یعنی آن خدمتگارانی که در زیر دست شما هستند، همچنین به خدمتگاراتون هم نیکویی بکنید. پس جای دلیل و شاهد انا همین جاست، زیرا که از ما و شما در باب فضیلت نیکویی کردن به کنیز هستیم. پس در اینجا و ما ملکت ایمانکم یعنی نیکویی بکنید به برده هایتان، به کنیزهایتان شما نیکویی بکنید. این بود سوره نساء آیت 36. بعد از این حدیث ها را میارد که در زیر این باب امام نووی باز دو حدیث آوردگی است. حدیث یکم این باب حدیث 1359 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگوید و عن المعمور ابن سوید قال، یعنی که از معمور ابن سوید رضی الله عنه روایت است که گفت رأیت ابا ذر رضی الله عنه و علیه حلتون، میگوید دیدم همین معرور ابن سوید میگوید که ابو ذر رضی الله عنه را دیدم که در بدنش جامعه داشت، یک لباس داشت که حله جامعه را میگن که استر داشته باشد، یعنی که بگیم لباس دو قوته میشد به مثل جامعه بگوییم. پس در بدنش میگه جامعه بود. و علی غلامه مثلها، و همچنین غلام ابو ذر میگوید به مثل ابو ذر جامعه داشت. هر دوش یعنی که مولا با غلام هر دوش یک نمود لباس داشتن. امروز بگیم رئیس با کارگرش هر دوش یک نمود لباس داشتن. فسألته عن ذلك، معرور میگوید که پرسیدم ابو ذر را درباره این مسئله، یعنی چرا تو خودت با غلامت یک لباس پوشیده اید. فذكر انه صاب رجلا على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه ابو ذر رضی الله عنه گفت که هر آینه انه صاب رجلا، یعنی که ناسزا گفتگی است ابو ذر مرد را، یعنی غلام را که در زمان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو ذر یک غلام داشت، اون غلام را میگوید ابو ذر ناسزا گفت، گپی سختش گفت. فعیره بامه، یعنی طعنه‌اش زد به مادرش. حضرت ابو ذر آن غلامش را طعنه به مادرش زد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو ذر را گفت که انک امرؤ فیک جاهلیتون. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو ذر را گفت که ابو ذر هر آینه تو شخصی هستی که داری تو عادتهای جاهلیت را، یعنی که اینه که طعن زدن، یعنی دشنام کردن و حقارت کردن و یک انسان را نابحق خفه کردن و ملال کردن، این از چیزهای جاهلیت است. یعنی که انسان مسلمان بعد از اسلام اومدن همه اینا را حرام گردانید، یعنی دشنام کردن، حقارت کردن، تحقیر کردن، این حرام است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوذر را گفت که تو از خصلت‌های زمان جاهلیت داری. هم اخوانکم، گفت ایها برادران شما هستند، همون برده‌ای که در خانه داری اون برادرهایتان می باشد. و خولکم، و خدمتگاراتون هست، شما در خدمت میکند. جعلهم الله تحت ایدیکم، الله جل جلاله اون مردها را، اون برده ها را، کنیزها را در زیر دستان شما قرار دادگی است که شما صاحبانشان هستید، شما مولاها و شما صاحبهای اون برده ها هستید. فمن کان اخوه تحت یده، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی که برادرش در زیر دستش باشد،
یعنی هر کسی که غلام دارد فلیطعمه مما یأکل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس بخوراند اون غلامش را از آنچه که خودش میخورد. یعنی هر طعامی را که خودت میخوری غلامت را همچنین انا همون طعام را بخوران، یعنی غلام تنبتی از همون طعام بخورد. ولیلبسه مما یلبسو، و باید بپوشاند لباس با غلامش آن چیزی را که خودش میپوشد. ولا تکلفوهم مما یغلبهم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و مکلف نگردانید غلامهایتان را به چیزهایی که در توانشان نیستند، یعنی کارهای سخت و دشوار را به غلامهاتان نگذارید که از طاقتشان بیرون است. فإن کلفتموهم فاعینوهم، اگر به کارهای سخت شما غلامهایتان را مکلف گردانیدید و وظیفه‌دار گردانیدید که فلان کار را بکن، اگر کار سخت باشد فاعینوهم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت پس شما یاردم و کمک بکنید غلامهایتان را، که این حدیث متفق علیه است. پس یعنی سببی پوشیدن لباس ابوذر مانند لباس غلامش در این است که همون چیزی را که خود ابوذر می پوشید برای غلامش هم همون طور لباس خرید. یعنی که پیغمبر گفت که ولیلبسوا مما یلبسو، یعنی بپوشاند غلامش را آنچه که خودش میپوشد. پس ابوذر برای خودش لباس را خرید و همچنین برای خدمتگارش همون لباس را خرید، موافق به عمل کردن به این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس این کار را کردن از سنت و از رویش رسول الله صلی الله علیه و سلم است، که از طعامی که آماده میکنه میارد برات، از همون طعام بخورد و لباسی که میپوشی انا همون لباس را برای خدمتگارت هم همچنین بخر که اون هم بپوشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1359 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1360 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1360 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اذا اتا احدکم خادمه بطعامه، یعنی هرگاهی که بیارد نزد شما خدمتگارتان طعام را، یعنی خدمتگارتان به نزد شما طعام آماده بکند و اون طعام را برای خوردن شما بیارد. فإن لم یجلسه معه، پس اگر که نشناند اون غلامش را همراه خودش، یعنی در سر دسترخوانش اگر که اون غلام را همراه خودش نشناند، فلیناوله لقمة، یعنی اصلا خوبتر است که همراه خودت غلام در سر دسترخوان بنشیند. اما اگر که غلامت را در سر دسترخوان همراه خودم نشناندی، فلیناوله لقمة او لقمتین، پس بدهد به اون غلامش یک لقمه یا دو لقمه، او اکلتن او اکلتین، یعنی یک لقمه و دو لقمه، یعنی لقمه و اکله هر دوش یک چیز است، یا لقمه دو لقمه یا یک تیکه دو تیکه از همون طعام برای غلامش میگه همچنین بدهد. فإنه ولی علاجه، چرا اکنون غلامش را از اون طعام بدهد؟ میگه زیرا اینکه به سبب اینکه همون غلام ولی علاجه، یعنی زحمت تهیه کردن طعام را کشیدگی است. اون غلام مهنت و زحمت کشیده اون طعام را آماده کرده است. پس از آن همون زحمت کشیدهش میگوید که این مولایش، این صاحبش، این رئیسش برای غلامش از اون طعام بدهد یا همراه خودش در سر دسترخوان بنشیند. اگر که نشناند هم از آن همین طعامش برای خدمتگارش بدهد. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث دلالت میکند به نیکویی کردن به خدمتگار، به کنیز، به برده باید مولایش، صاحبش
خدمت بکند. بعد از این باب نو شروع می شود، باب فضل الملوک الذي يؤدي حق الله تعالی و حق موالیه، یعنی باب در مسئله فضیلتی خدمتگارهایی که ادا میکنن حق الله تبارک و تعالی را و همچنین ادا میکنن حق مولاهایشان را، حق آقاها و رئیسهایشان را ادا میکنن، اونها چی فضیلت چه ثواب و پاداش دارند. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.